هیچ انسانی کامل نیست. همه ما کمبودهایی داریم. بعضی از انسانها کمبودهایشان را مانع پیشرفتشان می‌دانند و بعضی با وجود این کمبودها به پیشرفتشان ادامه می‌دهند. این داستان درباره انسان‌هایی است که بدون توجه به کمبودهایشان با موفقیت به راهشان ادامه می‌دهند. آنها فقط نیاز به حمایت اطرافیانشان دارند. रस्तों पे ख्वाहिशें रुकी सी हैं, पंख दे दो उड़ पड़े, रुक रुक के थोड़ी निकलती है बातें, चुप चुप के फिर भी सब कहती है आंखें, और ख्वाब के ना रुकते जरा से, प्यारी है सबकी तब की آره ریحان، من داشتم مادر بچه تو می شدم. من 100 بار اومدم این جریان رو بهت توضیح بدم ولی اون موقع از دستم خیلی عصبانی بودی. برای همین من این نامه رو برات نوشتم. از این خونه رفتم ولی همش منتظر بودم بیای دنبالم و منو برگردونی به خونه، ولی تو نیومدی. بعدش من با ماشین تصادف کردم و بچه‌مون واسه همیشه از بین. از اون به بعد من تو رو مقصر مرگ بچه‌مون میدونستم ویهان. برای همین تا امروز داشتم اذیتت میکردم ولی من تازه فهمیدم که این نامه اصلا به دست تو نرسیده بود. آره ویهان، حقیقت همینه. این نامه رو ببین. این نامه یه کتاب که برای تو نوشته بودش. آره این نامه رو تابکی واسه من نوشته بوده؟ آره. این موضوع رو کی به شما گفته؟ تابکی گفته. شما هم باور کردی؟ مامان بازم شما حرفای اینو باور کردی و گول خوردی. چرا چرت و پرت میگی ویهان؟ حرفای من چرت نیست، اینا چرته مامان. این نامه دروغی، چون من دستخط تابکی رو خوب میشناسم و دستخطی که تو این نامه هست به هیچ وجه دستخط تابکی نیست. ازش بپرس این دستخط اونه یا نه. بگو. اون نامه نیست که من برات نوشتم ویهان. این نامه رو من نوشتم تابکی و با اون یکی نامت عوضش کردم. حالا چطوری میخوای ثابت کنی که راست میگی ها؟ ویهان این دستخط من نیست میبینی، ولی این جواب آزمایش مال منه. ببین این جواب آزمایش بارداریمه. وقتی از این خونه رفتم باردار بودم.
این که جواب آزمایش خونه. کجاش نوشته؟ کجاش نوشته تو داشتی مادر میشدی و من داشتم پدر میشدم؟ بگو. بیانی این حتما یکی برگاه رو عوض کرده. آره این اون آزمایش نیست. این جواب آزمایش من نیست. این جواب آزمایش رو حتما یکی عوض کرده. بیان بسه تاپکی، بسه. دیگه چقدر میخوای دروغ بگی؟ دیگه چقدر میخوای کرک بزنی؟ رابطه عاشقانمونو که به هم زدی، حالا واسه نشونه عشقم هم میخوای؟ نه بیان، خواهش میکنم. من دروغ نمیگم. خواهش میکنم لطفا. نه تاپکی، امروز نه قلبم نه مغزم هیچ کدوم نمیتونن حرفای تو رو باور کنن. تو که دل منو بارها شکستی. حالا اعتمادی که بهت داشتم هم از بین بردی. حالا دیگه چطوری بهت اعتماد کنم؟ بیهان من قبول دارم که خیلی بهت بدی کردم. قبول دارم که خیلی رنجت دادم، ولی من بابت همه اون اشتباهام ازت عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم منو ببخش. من متاسفم، ولی اینطوری نگو. بیهان من بابت همه اشتباهی که کردم ازت عذر میخوام. معذرت میخوام. بیهان منو ببخش. الان فهمیدم واسه چی ازم عذرخواهی میکردی. واسه این بود نه؟ واسه این عذرخواهی کردی چون با کبیر همچین رابطه‌ای برقرار کردی. عذرخواهی کردی چون هم قلباً باهاش یکی شدی و هم جسماً باهاش یکی شدی. ای بابا، چه نیازی بود از من عذرخواهی کنی آخه؟ اون شوهرته دیگه. هر کاری دوست داری بکن. فقط تاب که اینا رو چرا واسه ماها اینطوری به نمایش گذاشتی؟ بس کن تابکی. پس غیرتت کجا رفته؟ همش داری پشت سر هم دروغ میگی، بعد میخوای ثابت کنی ویهان داره اشتباه میکنه؟ یه نگاه به این بنداز ببینش. این بدبخت چه گناهی کرده؟ فقط این که عاشق تو بود. خب عاشق شدن که گناه نیست، ولی واسه تو هیچ اهمیتی نداره. تو فقط پشت سر هم داری این بدبخت رو اذیت میکنی. بسه، پاتو از گلیمت درازتر نکن. نخیر مادر جون، امروز من حرف دلمو میزنم. تو این خونه همیشه ویهانو تنها گذاشتین و فقط از تابکی دفاع کردین. هیچ کسی از ویهان دفاع نکرده، ولی امروز من از ویهان دفاع میکنم، چون که تو آدم عوضی هستی تابکی. این پسری بدبخت واسه تو هر کاری تونست کرد. این همه سعی کرد که رابطه خودش تو رو درست کنه، حتی سعی کرد دوباره همه چی از اول شروع کنه، ولی تو چی؟ تو هر دفعه فقط دل این بیچاره رو شکستی. آخه تو چه مرگته؟ میخوای خوشحالی بقیه رو ازشون بگیری تا فقط خودت خوشحال باشی؟ تو خجالت نمیکشی؟ هر کاری بکنی اصلا مهم نیست که، فقط دوست داری ویهان زجر بکشه و گریه کنه. آسه! ویهان دیگه گریه نمیکنه.
تو رابطتو با من به هم زدی، منو ول کردی و مال یکی دیگه شدی. دیگه منم نمیخوام با تو بمونم. اگه تو میتونی بدون من بمونی، پس ویهان پاندا میتونه بدون تو بمونه. یادته به هم گفته بودی وقتی تو با کبیر ازدواج کنیم منم باید با سانترا ازدواج کنم. منم ازدواج نصف نیممو کامل میکنم. پس امروز منم این آتش مقدس رو شاهد میگیرم و ازدواجم رو با سانترا کامل میکنم. ویهانی حرفو چیه میزنی؟ حواست سر جاش هست پسرم؟ امروز تازه حواسم اومد سر جاش ماما. تازه حالیم شد چی به چیه. اونم به لطف همین تاپکی تازه‌ای که داریم میبینیم. این چهره جدید تاپکی چشای منو باز کرد. همه ی رفقام تو زندگیشون کلی پیشرفت کردن ولی من همونجا موندم و هی در جا میزنم، هی میگم تاپکی 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 من تاپکی من. ای بابا مردشور هرچی گریه و رنجو ببرن، مردشور هرچی عشق و عاشقی هم ببرن. ببین ویهان، این سوء تفاهم قبلا هم شما رو از همدیگه دور کرده پسرم. دوباره کاری نکن که. امروز همه سوء تفاهم برطرف شد مامان. امروز همه سوء تفاهم از بین رفت و همراهش رابطه تاپکی و ویهان هم از بین رفت. همون تاپکی و ویهانی که یه روزی جونشون رو واسه هم دیگه میدادن. تاپکی و ویهانی که رابطه‌شون رو خدا ایجاد کرده بود امروز دیگه از هم جدا شدن.
از امروز به بعد تنها کسی که تو زندگیمه فقط سانتراست. این گردنبند ازدواجو بگیری. من اینو همیشه گوشه شالم میبستم که پیشم باشه واسه همچین روز خوشی عمری.
حالا که همچین لطف بزرگی به من کردین، یه دستم لطفاً به سرم بکشید. من تا آخر عمر همسرتون میمونم. این چه کاری بود کردی ویهان؟ این چه کاری بود کردی پسرم؟ آره برادر شوهر ویهان، شما که گفته بودی اگه بمیرم من هیچ وقت با این سانترا ازدواج نمی کنم، پس چرا امروز؟ این گردنبند ازدواج و اینم سیندور، الان دیگه اینو بندازم گردنم؟ من اگه بمیرمم هیچ وقت تو رو زن خودم نمیدونم. خب امروز من مردم. سانترا تبریک میگم خیلی برات خوشحالم، بالاخره عروسیت سر گرفت. امروز که تو برنده شدی، به زودی منم برنده میشم. اصلا نمیتونی باور کنی که من امروز چقدر برای تو خوشحالم. حالا که ویهان شوهر توه، فقط و فقط تو نسبت بهش حق داری، نه هیچ کس دیگه. برو پیشش، زود باش دیگه، برو. ببخشید که اینو بهت میگم تاپکی، ولی همه این کارایی که تو کردی واقعا اشتباه بوده. شوهر بدبختی چه گناهی داشت؟ حالا یه ذره اختلاف که بین همه زن و شوهرها پیش میاد. برادر شوهر ویهان واسه خاطر اشتباهی 100 بار عذرخواهی کرد، 100 بار بهت گفت غلط کردم. حالا مگه چی میشه؟ تاپکی هیچ اشتباهی مرتکب نشده. معنی یه شوهر بودن این نیست که زنیش همیشه باید واسش فداکاری کنه. بالاخره زنم یه انسانه، اونم حق داره. تاپکی تو کار خیلی خوبی کردی، خوب کردی، با آدم مثل کبیر ازدواج کردی. حداقل میتونی در کنار اون خوشبخت بشی. آبجی، همراهی زن و شوهر فقط به تقدیر آدم بستگی داره. شاید همراهی شما اصلا تو تقدیر نوشته نشده باشه، چون که ویهان اصلا لیاقت تو رو نداره. بذار هر کی هر چی میخواد بگه. من همیشه و در هر قدم ازت حمایت میکنم. همتون از اینجا برید، من میخوام با تاپکی حرف بزنم.
تاپکی، چه بقیه بهت اعتماد کنن چه نکنن، من بهت کاملا اعتماد دارم دخترم. تو هیچ اشتباهی نکردی عزیزم، اینو من میدونم کار کی بوده مادر. همه این کارا نقشه اون کبیر کاتیال بوده. برای همین اون امروز پیش روی همه سکوت کرده بود و به کسی چیزی نگفت که جریان واقعی چی بوده. من میدونم دخترم، من میدونم که تو برای انتقام گرفتن از ویهان وانمود کردی، با کبیر ازدواج کردی. من میدونم، ولی ویهان همه این چیزای الکی رو واقعا باور کرده. اون فکر میکنه اینا واقعیت داره. کی میخواد به اون حالی کنه؟ اون چطوری میخواد قبول کنه چی راسته؟ قبول میکنه مادر جان، ویهان بالاخره قبول میکنه. من خودم دست اون کبیر کاتیالو واسه همه رو میکنم مادر جان. حالا میبینیم همین یه سوء تفاهم امروز همه زندگی منو نابود کرد، ولی دیگه نمیذارم مادر. اون کبیر کاتیال میخواد رابطه من و ویهانو به هم بزنه، نه؟ ولی قبل از اون من دستشو واسه همه رو میکنم. بعدش دیگه بین من و ویهان نه سوء تفاهمی میمونه و نه کبیر کاتیالی. تاپکی تو حالا خیلی رنج کشیده. تاپکی قبلا ضعیف بود مادر جان، ولی شرایط تونسته تاپکی رو حسابی قوی کنه. کبیر کاتیال من دست از سرش بر نمیدارم مادر جان. چرا این کارو کردی تاپکی؟ چرا این کارو کردی؟ بفرمایین آب بخورید. من میدونم که شما خیلی ناراحتی. اون تاپکی شما رو خیلی اذیت کرده، ولی من که پیش شما هستم. من خیلی دوست دارم ویهان، من عاشقتم. منم تو رو خیلی دوست دارم تاپکی، خیلی دوست دارم، حتی بیشتر از خودم. تو چرا با من اینجوری کردی؟ حالا من باید چی کار کنم؟ چطوری بدون تو زندگی کنم؟ همون کاری رو میکنین که اون تاپکی کرده دیگه. شما هم به زندگیتون ادامه میدین در کنار من بهتون محبت میکنم. اینقدر بهتون محبت میکنم که شما اونو فراموش کنید. من فقط تاپکی رو دوست دارم، فقط تاپکی رو. پس من چی؟ حق من چی میشه؟ این سیندور که رو پیشونیم زدی فقط چی؟ به خاطر متنفر شدن از تاپکی بود. من هم تاپکی رو دوست دارم و هم ازش متنفر.
تاپکی تو رگ و خون من جریان داره سانترا. روزی که قلبم دیگه واسه خاطر اون به تپش در نیاد، روزی که بودن یا نبودن اون دیگه واسه من اهمیتی نداشته باشه، اون روز تو میتونی به حقت برسی. من حتما حق خودم رو میگیرم آقا ویهان، همونطور که این یکی حقم رو گرفتم. این سیندور، این گردنبند ازدواج، ببینم تا کی قلبت واسه اون هووی من تاپکی میخواد بتپه. تو داری چه غلطی میکنی شاردا؟ چطور جرأت کردی به سیندور من دست بزنی؟ آروم باش، اگه بخوای اینطوری داد بزنی رو بچه ها تاثیر بد میذاره ها. روانی؟ آخه مگه من چی کار کردم؟ دست زدن به وسایل شوهرم، دوست داشتنش، دور و برش پرسه زدن و بهش محبت کردن، همه اینا رو که من انجام دادم. به هر حال این روزا خونه پانده ها یکم اوضاعش قمر در عقربه. فقط دارم فکر میکنم که من همه این کارا رو انجام دادم، یه کار مونده که اونم انجامش دادم. برای همین اومدم از ظرفی سیندور تو به پیشونی خودم یکم سیندور زدم. فقط نمیفهمم تو واسه چی اینقدر عصبانی میشی؟ به هر حال که شوهر هر دوی ما همون یه نفر دیگه عزیزم. خفه شو شاردا، تارو شوهر منه و من به اسم تارو به پیشونیم سیندور میزنم. این سیندوری که تو به پیشونیت زدی اسمش نامشروعه. با زدن این سیندور به پیشونیت نمیتونی ثابت کنی که تو هم زن تارو هستی. تارو فقط مال منه و تا آخر عمرم فقط مال منه. حرفات تموم شد؟ حالا خوب گوشاتو باز کن ببین من چی میگم. همین زبون دراز تو، همون غرور تو به خاطر همسری تارو رو به زودی ازت میگیرم آدیتی. به زودی تارو به پیشونی منم سیندور ازدواج میزنه. این گردنبند ازدواج که اون روز تو خواب و بیداری به گردن من بست، اینو با هوش و حواس کامل به گردن من میبنده. تو هم هیچ کاری نمیتونی بکنی. همین خیال بمون شاردا، چون این خواب و خیال هیچ وقت به واقعیت تبدیل نمیشه. شاردا هر خواب و خیالی داشته باشه حتما برآوردش میکنه و این خواب و خیال حتما برآورده میشه. مدرک برآورده شدنش هم همون کبیر و سانترا هستن. وقتی اون غریبه ها میتونن بیان تو این خونه و به حق خودشون برسن، چرا من نرسم؟ اونا که حق خودشونو گرفتن، الان هم دیگه نوبت منه. رابطه من و تارو رو، این سیندور رو، این گردنبند ازدواج و حتی بچه توی شکممو که تو بهش برچسب زدی، اونم برچسب نامشروع، من به زودی تبدیل به مشروعش میکنم. کبیر لطفاً ساکت نمون. ببین همه دارن درباره ما اشتباه میکنن. کبیر به همه بگو چی شده. کبیر لطفاً ساکت نمون. پس رابطه تو با کبیر دیگه به این حد رسیده؟ من معذرت میخوام، به خاطر من امروز شخصیت تو زیر سوال رفت. چرا گذاشتم اینطوری بشه؟ چرا گذاشتم اینطوری بشه؟ چرا؟
این همه بدی کردی، بازم رود میشه تو آینه به خودت نگاه کنی؟ آره؟ چطوری میتونی با وجدانت کنار بیای؟ این همه آدمای بیگناه و دچار رنج و زحمت میکنی. یه چیزی رو یادت بمونه، اصلا تصور نکن که من آدم بی دست و پایی هستم کبیر کاتیال. امروز من تصویر تو آینه شکستم، ولی یه روزی میاد که روزی که من شیطون درون تو میشکنم و نابود میکنم. چرا کبیر؟ چرا تو پیش همه ساکت بودی ها؟ چرا به همه نگفتی که واسه من چه اتفاقی افتاده بود؟ تو که خودت اونجا بودی. پس چرا چیزی نگفتی؟ پس چرا امروز گذاشتی ویهان دچار سوء تفاهم بشه؟ آخر چرا؟ مگه ندیدی اون بیچاره حالش چقدر خراب شد؟ ببین کبیر کاتیال، چرا میخوای منو خونوادمو به خاک سیاه بشونی؟ تو از ما چی میخوای؟ بهم جواب بده. بگو، زود باش. من ازت خواستم واسه انتقام گرفتن از ویهان کمکم کنی، نه؟ به خاطر اون کمک باید الان اینقدر اذیتم کنی؟ من و ویهان واسه همیشه از هم جدا. با رو برگردوندن نمیتونی از حقیقت فرار کنی. امروز باید اعتراف کنی کبیر. حتما این کارای تو یه دلیلی داره، حتما تو یه هدفی داری که به خاطرش اینطوری. آره دارم. من یه هدف مهم دارم. همونطور که تو یه هدفی داشتی، منم یه هدفی دارم و هدف من اینه که ویهان تو هدفت چیه ها؟ پرسیدم هدفت چیه کبیر کاتیال؟ به من جواب بده کبیر. اینجام نمیخوای حرفی بزنی، نه؟ باشه، تا وقتی دوست داری به این نقشه های مخفیانه مزخرفت ادامه بده کبیر. ببین، به همه خیانت کن ولی یه حرف منو یادت بمونه. تابکی ویهان پانده مال ویهان بوده، مال ویهان هست و همیشه مال اون خواهد بود. هدفت هر کوفتی که میخواد باشه مهم نیست، ولی از امروز هدف من اینه که فقط و فقط تو رو شکست بدم. از این به بعد این هدف رو دنبال میکنم. ضمناً یادت باشه از امروز به بعد هیچ کس بین ویهان و تابکی قرار نمیگیره. تو هم همینطور کبیر کاتیا. میدونستم عذاب وجدانت اذیتت میکنه. بعدش خودتو تنبیه میکنی، خودتو کتک میزنی. اینو ببین، من برای زخمات یه مرهم آوردم. بیا به زخمات مرهم بزنم. همه اینا به خاطر تو پیش اومده. مگه چه بدی داره؟ همون اتفاقی افتاد که تو هم دلت میخواست. چته؟ نکنه میخوای دست منم بشکنی؟ من بیچاره دارم بهت کمک میکنم، ولی تو شازده کبیر، این عصبانیت تو نگهدار، چون واسه رسیدن به هدفت به دردت میخوره. شاید به نظرت من یه دختر ساده و دست و پا چلفتی باشم، ولی اینقدر عقلم میرسه که بفهمم موندن تو این خونه حتما یه دلیل مهمی واسط داره و با اون دلیل حتما منم میتونم به هدفم برسم. خودم آقا ویهان و تابکی رو از هم جدا میکنم. پس دست از این وحشی بازیات بردار و این فاصله‌ای که من بین اینا ایجاد کردم تو با حماقت از بین نبر.
اونا میتونن تا آخر عمر از هم جدا بمونن. خب این اتفاقا میفته. بعد با جدا شدن اونا تو هم میتونی به هدفت برسی. شازده کبیر، هیچی تو زندگی مهمتر از هدف آدم نیست. پس دست از این توبه کردن و عذاب وجدان بردار و همون کاری که به خاطرش اومدی تو این خونه همون کار رو انجام بده. وگرنه میدونی چیه؟ دیگه نه راه پس برات میمونه نه راه پیش. ضمناً رو زخمات مرهم بذار، چون باید هرچه زودتر حالت خوب بشه. واسه رسیدن به نقشه همون لازمه.